نصیحت من همیشه به دوستان، به جوانانی که میرن در لایف ها اینو در برنامه این است که از دینتون اطلاع ندارید نروید. من این حرفم رو با یک دلیل از قرآن کریم خدمت شما عزیزان. بله دوستان اگر این رو نشون بدن، این سوره نساء آیه 140 الله متعال میفرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب، و نازل شده است برای شما در کتاب، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگر دیدید در جایی که با آیات الله سبحانه و تعالی مسخره میشد، آیات الله سبحانه و تعالی رو بهش کفر می‌ورزیدن، تمسخر می‌کردن، استهزا می‌کردن، ریشخند می‌زدن، فلا تقعدوا معهم، با آنها ننشینید. اگر بنشینید و حرفای اونها رو گوش کنید، مثلا میدید طرف 800 900 هزار نفر در لایف است، 600 700ش جوانهای مسلمانی است که در انتظار نشستن که ما بیایم به این یک فوش بدیم یا جواب این رو بدیم. جوابش هم نمیتونی بدی، علمم نداری، از حدیثم خبر نداری، چرا میری در لایفش؟ چرا میری در لایفش؟ مادامی که خبر نداری، علمشو نداری، نرو. چون الله متعال میفرماید که اگر شما میرید در اونجا به پیامبر تو توهین میکنه، حتی عورات به اصطلاح همسران پیامبر، خود پیامبر، یاران پیامبر رو به زبانش میاره، فوش میده، توهین میکنه، اهانت میکنه بر اساس دروغ، بر اساس تلبیس، خیانت. بعد تو هم میری اونجا مینشینی، سیاهی لشکر میشی. الله متعال میگه اگر این کارو میکنی انکم اذا مثلهم، شما مثل اونها خواهید بود. علما برداشتشون از این است که کسی که در مجلسی می نشینه و در اونجا به آیات الله کفر گفته میشه، ریشخند زده میشه، تمسخر و استهزاء صورت میگیره، مثل اونهاست. یعنی چی؟ کافر میشه. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. الله متعال منافقین و کافرین را در کجا جمع میکنه؟ جایگاهشون در جهنم. یعنی کسی که ادعا میکنه که مسلمان هست و میره در مجلس همچین انسانهایی مینشینه، نه برای جواب دادن، نه برای رد کردن، بلکه میره مینشینه، این انسان مسلمان نیست، منافق است.